پوشونه میکنه. اوی ماه شریف رمضان اولی سال نیست کو. اصلا زکات بعد حوالان حول فرض میشوه. بعد گذشتن سال هر کسی در هر ماهی که اگر صاحب همون نصاب زکات شد همون ماه اعتبار میکنه. ماه رجب باشد در پرداخت زکات ماه رجب اعتبار میکنه. اگر به شرط شعبان باشه شعبان هر ماه باشه. اما سبب چی است؟ علت که بیشتری مردم ما حقیقتا در ماه شریف رمضان سعی میکنن زکاتشون بدن. اولا او آدمایش که واقف و آگاه هستند به او خاطر پیشکی میدن در رمضان که در رمضان ثواب بیشتر دارن. اما وقتی که ماه زکاتش رسید حتما مالش را با ریویزیا میکنن. اگر ما بود چیز اضافه شده باشه زکات اوش هم میتن. نه که زکات پیشکی داده میشود کو. سعی میکنن که در ماه شریف رمضان که یک فرض ثواب 70 فرض داره پیشتر بتیم ثواب بگیریم. اما یک ایده دیگرش بیچاره همه پرداخت زکات بعدها فهمیدن و خیلی میدونستن بیچاره زکات چیه. در همین ماه شریف رمضان فهمیدن ایام وقت شروع کردن دیگه همین آموختش دیدن فقط در ماه شریف رمضان میتن. و ایلا هر ماهی که زکات در ذمت فرض شد همون ماه فرضیتش. اما از بس که زکات پیشتر پرداخته میشود خشو به حال جوان مردایی که سعی میکنن در رمضان زکات بپردازن بعدا همون ماه زکات چوکید چیده که حتما باید حساب کتاب کنن. هرچی اگر نقصان کمبودی باشه بعد کامل پر میکنن. زیرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داده است. میگه هر کسی که یک فریضه ای را در ماه شریف رمضان انجام میده خدای تعالی میگه در عوضش ثواب 70 فریضه را در نامه اعمالش مینویسه. الله اکبر. و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه. این ماه صبر. خیلی که ثواب صبر همه میدونیم که ثواب صبر جنت است. در قرآن عظیم شان در بسیار موضوعی هست که خدای تعالی بنده‌هاش به نماز و صبر دعوت میکند و شارح‌ها مفسرای قرآن همه تاکید میکنن که غرض از صبر که در اینجا اومده است مثلا واستعینوا بالصبر والصلاة اومده است در قرآن. مقصد همین روزه ماه شریف رمضان است. روزه ماه شریف رمضان خداوند همچنین ماه صبر هم ذکر کرده است. این ماه صبر است، ماه امتحان است. کاری هر بزنس خیرمن کوفتن گاوی نرم باید مرد کهن. مسلمان هم دعوا میکنه که من مسلمانم اما کاری هر بزنس است. هر کس غیرت روزه ماه شریف رمضان گرفته نمیتونه نداره. مرده که در کار که مسلمانیش اثبات کنه و در این ماه مستقیم باشه نفسی خیچ پشت پا بزنه. بزرگترین مردی هست که نفسش کنترل کرده بتونه. حضرت شیخ سعدی میگه مردی گمان مبر که به پنجست زور و کتف با نفس اگر برایی دانم که شاطری. تو خیال نکن که همین مردی و جوان مردی به همین قوت بازوی با مشزنی مردی انمی نفس اختراع بگی در اون صورت میفهمی که حقیقتا تو پهلوان بدهی. با شیر مردیت سگ ابلیس سید کرد ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. او یک سگ ابلیس ترا سیدت میکنه تو مرتبه و منزلت ای پشک هم کمتری. چی دعوای شیر مردی میکنی؟ و شهر المواسات این شهر یعنی بلاغتواری تلس میگن ارسو. همین بلاغتواری تلس در زبان عربی با همین کلمه مواسات ذکر میشود. ماه خیره، ماه خیراندیشی، ماه غم همدیگر خوردن، ماه همدردی به همدیگر. دیده ای که آدمی بای هم گشنه، کمبغل هم گشنه، آدمی که تمام مال و ثروت دنیا را داره به خاطر الله روز تو بگره چی نمیخره، همون فقیر کمبغل هم چی نمیخره. الله که بینش برابری است. و شهر یزاد فیه رزق المؤمن. این ماهی هست که خدای تعالی رزق مسلمان زیاد میکنه. همین حاجی نعمت الله ما گفت که همون 15 صبح 20 ماه حساب میکنی میگردی توکلش به خدا ای بهرش بگذر. ای بهرش نگذر به خاطر الله صدقش کن. برای چی ای بهرش میگذر؟ این میدونه که این قدر اجر و پاداش داره. فرد روز قیامت وقتی که ثواب میونن میتند و میگوی پروردگار رو این به خاطر چی باشه؟ میگه به خاطر اونم 10 سو 15 سو میگی برای الله شده مقصد به همون کمبغل بخشیدی قرض شه. ماهی هست که رزق روزی بنده فراخ و وسیع میشود.
حقیقتا این ماه دیده که همین کسی اگر به خاطر الله یا حرکتی کنه خدای تعالی هم که برکتش میده که ماشاءالله ماشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین ماه با خیرات و با احسانات مردم دعوت کرده است. حضرت میگه من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه و عتقا لرقبته و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجر صائم شیء. هر کسی در همین ماه میگه برای یک مسلمان طعام افطار آماده میکنه، یک مسلمان با طعام اگر ضیافت میده، همین عملی کردگیش اولا سبب آمرزش گناهاش میشود، ثانیا آزادی از آتش جهنم و پروردگار براش نصیب میگردونه و نهایت خدای تعالی در نامه اعمالش همه قدر ثواب مینویسه که برای همون روزدار نوشته است. یعنی تصور کرد که 10 روزدار طعام دادی، هر روزداری من گفتم که خدای تعالی خودش میدونه که روزدار به خاطر روزش چقدر ثواب میگیره، همون خیلی که هر یک روزدارش ثواب میگیره، به همون طعام دهنده هم خدای تعالی در عوض هر یک سرشمار یارم روزدارو همون ثواب مینوشته است. از حساب ثواب اونو نه، پروردگار بزرگ است، ارحم الراحمین است، قادر و توانای، به هر کدامش هم قیم مینویسه. سبحان الله. ایرا ببین مسافر بچه‌ش وصیت میکنه، بچه‌م مردم او پیسه‌ام جمع کردم پول گم نمیشود، او جمعگیوم بگذارم یا بلوکه او جمعگیوم بگذارم، اینا پول موندگیه. اوخی خانه آباد همو را در همون زندگی صرف کنی، در زندگیت خراجات کنی، در زندگیت خیر جانت کنی، خوبتر و بهتر نیسته. بیچاره مردم نمیفهمونن. همین مردم واقعا ترتیبی صدقه کردن خیر کردن درست نمیدونن که اینا میگه جانشون در عذاب میمونن. همون یک کس گفت که کمپیرک وصیت کرده است بچه‌ش که مردم اینا خود موندگی 7 ماه 40 ماه سال ماه هر کدومش جدا جدا موندگی میگه مبلغش جمعگیوم همش بگذرونه. اگر همون کمپیر بیچاره را یا همون مسافر میفهمونن، اگر خشنو که ها ماما بابا همون چیزی که به دست خودت میتی میلیون مرتبه از اویی که بعد وفات تو میتن اجر ثواب بیشتر داره. این مال تو موندی وقتی مردی مال وارثات چی؟ وارث که کرست فایده جان خودش میشوه، بعد کم ثواب میرسه. او خانه آباد به دست خودت بته. حضرت میگه لا یتصدق المرء بدرهم فی حیاته خیر له من ان یتصدق عنه ب100 بعد موته. روایت حضرت امام ابو داود از در سننش اومده است. اگر مرد در وقت حیات بدنش به دست خودش هم 1 درهم صدقه کنه، بهتر از او است که بعد وفاتش از نامش 100 درهم صدقه کنه. گر به دست خود دهی خرمایی تر، به که بعد از تا دهند خرواری زر. همین چیزا آدم به عقل در وقت زنده بودنش باید صرف کنه، خرج کنه. الان ثواب جان خودت میشوه، او ثواب دیگه بعد وفاتت یافته نمیشوه. سبحان الله. خدا رحمت کنه شیخ عطارا قصه میکنه، میگه وصیت کرد مرد مالی بسیار که چون مردم بریدیم پیش مختار، که تا این را به درویشان رساند که مهتر مستحق را به داند. یک شخص میگه مال و ثروت زیاد داشته است، پیش مردنش وصیت کرد، گفت همین وقتی که من مردم همین را نزد همون مختار برای مختاری ثقفی همون وقت والی عراقین بده است که بگیره در بین درویشا تقسیمش کنه. از بس که والی که هسته میدونه که کی کم بغل و کی مستحقه، همون سپیسکا کنه و مقصد همیده تقسیم کنه بکنه. چه بردن آن هم زر پیش مهتر، به قدر نیمی جو برداشت زان زر. خلطه طلا را بردن پیشش که همین وصیت فلان آدم های ای بینش میگه همین مقدار نیمی جو چند گرم میشوه، همون قاکش برداشت. چنین گفتو که گر در زندگانی بداده این قدر آن مرد فانی، به دست خود بسه بودیش بهتر، که بدهد این همه زر خاصه مهتر. گفت اگر این مرده که ساده به دست خودش این نیم جو طلا را اگر خیر میکرد، ای ثواب این هم یک خلطه طلایی که بعدی وفاتش اینامش کردیسیان اجر بیشتر داشت، ثوابش بیشتر و زیادتر بود. سبحان الله.
بکوش امروز تا گندم بپاشی که فردا بر جو قادر. این خودش اینمی نیم جو تیلو را اگر خیر میکرد ای ثواب اینمی یک خلطه تیلویی که بعدی وفاتش اینامش کردیسیان اجر بیشتر داشت، ثوابش بیشتر و زیادتر بود. سبحان الله. بکوش امروز تا گندم بپاشی که فردا بر جو قادر نباشی. امروز شرایط امکان داری هم گندم بچوش حاصل شده بگیری، بعد فردا روز قیامت وقتی ای دنیا مردی دیگه قدرت به یک جو نداری، تو دیگه مال حال هیچی نداری، تو خود بفریست برگی رفتن از پیش که خیشا رو نباشد جز غم خیش. بعضی از صحابه حتی اکثر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمبغل بودن، امکانیت نداشتن. گفتن یا رسول الله لیس کلنا یجید ما یفتر صائم علیه. گفتن ما اکثر ما قوت نداریم، ما نمیتونیم که در خونه ما معرکه کنیم و تمام افطار بتیم روزه دارو را، ما چیکار کنیم؟ ایمی ثواب و ایمی رحمت محروم میشیم. حضرت بشارت داد گفت یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما علی تمرة او علی شربة ماء او مثقة لبن. خدای تعالی عین همین ثواب برای شخص میته که به همین روزدار یک خرما را اقلا تعارف کنه. ولی اما بچه‌های با عقل به فرهنگی هستن که همین در ماه شریف رمضان خرما میخرن میارن در پیش مسجد میمونن، همین صدقه و ثواب جان شده. که روزدارا که اومدن یک دونه دو دونه در دستشون میمونن، میتن افطار میکنن قبل از او که مثال نماز بخونن، سنت است افطار کردن. این میدونه که بس سرشماری همه روزدارا خدای تعالی در نامه اعمالش ثواب مینویسه. یا هم یک پیاله شیر یک آدم روزدار را میته. در همسایگی ما آدمای زندگی میکنن که گاو ندارن، بیچاره شیر پنسوبی میخرن. شرایط امکان داری همین ماه مواسات های، ماه رحمت های، ماه یعنی خیر احسان های. انا فکر همسایه‌هاتو نکنه، کم کم هم دیگر را دستگیری کنه، فکر که اشتباه را کنه. برادرای عزیز محبت زیاد میشوه، برکت زیاد میشوه، یعنی کثافتی و بخیلی و کنسکی ای بین برداشته میشوه. یا که یک کاسه آب میگه یک روزدار را تعارف میکنه، همین آب چی مشکلی داره؟ آخی آب بسیار ایده همه جو، اما هم عقل فراسته در کار که همین کار را بکنی. سال 2016 در ماه شریف رمضان عمره رفته بودیم. باور میکنه این مردم کسی چیزی داره، این در راه ایستادگیان تو حرم راه دروزه کو، همین راهگذرا که حاجیو که میگذرن تعارف میکنن. بعضیش میبینی هیچی نداره، همین 4 دونه خرما داره، هم که کورا برآورده است که میره بگیره. هستن جوانمردایی که این قرب امکان ندارن، در سر حلقه‌شو او میگیرن و شخصایی که طواف میکنن، طواف عمره کرده‌اند محرم ها در گردی همو تو میخورن. الان وقتی روزه کشایی شده است همو را او تعارف میکنن. میفهمید؟ یعنی این کسایی هستن که از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاهی دارن، همین کار را عملی میکنن. خشاب حال شد. یا چیزا که دیگر هم تاکید کنم، متاسفانه بعضی شیخوی داریم که همین سنت پیامبر بسیار غافلی بدن. میگن تو وقتی نماز نخونه ما نمیخوریم. آخه این همین خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است از برای خدا. بعضیش حتی با شرم را میدارم، میگم ما را پیرو مقتدی نصیحت کردیم. من نمیدونم پیری او چی آدم باشه و چی کس باشه. تعجیل افطار و تأخیر سحور، سحر خورک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث اومده است. حضرت صلی الله علیه و سلم، انا حدیث متفق علیه است، حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که لا یزال الناس بخیر معجل الفطر. تا زمانی که مردم همین افطار را به تعجیل میکنن، خیر رحمت پروردگار از اونها قطع نمیشود. خیر رحمت پروردگار از اونها قطع نمیشود. در روایت ابن ماجه که حدیث صحیح است، اسنادش صحیح است، اما راویش ثقه، همینجا اومده است حضرت صلی الله علیه و این روایت ابو هریره است. حضرت صلی الله علیه و سلم بعد همین حدیث بو زم کرده است که میگه که عجل الفطر فإن اليهود یؤخرون. افطار تعجیل کنه که یهودی ها تأخیرش میکنن،
ҷуҳудҳо таъхир мекардиянд. аммо мусалмонҳо бояд таъҷил кунанд. охи ин ба намоз кор надора. вақте ки мақсад ки ҳамин ғуруби офтоб шида, афтоб шишт, вақти ҳамун кушодани рӯза мешава, ифтор мешава. пеш аз ин ки намоза мехӯре саъй кунед ягон чиза қати рӯзатуна бикушоед. агар бо шароити имкон боша, ягон масалан шахсое ки дар хона намоз мехонанд, агар ягон косаак шурбо дар пешу боша, аввал я нафсшуна ором кунанд, ба намоз бихонанд. зеро вақте ки фикри ёди ҳамун таом мекунӣ, намоз ҳамун қадар мақбул намешавад. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам наҳй кардааст, мегӯяд ло салота биҳазрати таом. вақте таом ҳозир мешавад, дигар ӯ намози ту макрӯҳай, кароҳият дорад. аввалам бояд нафси худта ором кунӣ. субҳоналлоҳ. хушо ба ҳоли касе ки ба суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам амал мекунад. ва ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷамъбаст кард, гуфт ва ҳува шаҳр аввалуҳу раҳма ва авсатуҳу мағфира ва охируҳу итқу минан нор ав итқу минан нирон. ин моҳ моҳе ҳаст ки даҳи аввалаш раҳматай, раҳмати парвардигорам та нозил шидан мегирад. даҳаи дуюмаш аллакай даҳаи мағфиратай, гуноҳҳои банда бахшида мешавад, омӯрзида мешавад. ва ниҳоят даҳаи сеюмаш аллакай озодӣ аз оташи ҷаҳаннам барои рӯзадорора пропуск дода мешавад. худованд оташи ҷаҳаннама бар баданшо ҳаром мегардонад. парвардигори бузург ғайрата ҳиммат мо бута ки ба қадри ин моҳи бузург бирасем, ба тариқи бояду шояд мо истиқбол бигирем, гуселаш кунем ки ба баромадани моҳи шарифи рамазон мисли тифлаке ки нав аз модар таваллуд мешавад, худованд гуноҳҳоуна биомӯрзаву биолоиш бишем. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.